إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با سلام نو شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نو قصه پیامبران. در برنامه گذشته درباره جنگ بنی اسرائیل سخن گفته بودیم. درباره فتح فلسطین. این جنگ در زمان طالوت و جالوت رخ داده بود. آن دو گروه به هم جنگ کردند. بسیاری از لشکران مسلمان از این جنگ روی گردانیده بودند و یک گروه اندککی مانده بود. این گروه اندککی که با لشکر جالوت مبارزه بود همه از اهل ایمان بودند، از اهل صبر بودند. در میان این گروه اندکک جوانی بود با نام داوود. جوانی شجاع و قوی و جنگاوری بود. با کی مبارزه بود؟ با سرلشکر کفار مبارزه بود. با جالوت. جالوت نیز مردی با قوت و شجاع و پهلوانی بود. داوود در روبروی جالوت ایستاد و مردم بنی اسرائیل نگاه میکردند. همه آنها از جالوت میترسیدند، لیکن این قوت ایمان، لیکن آن تربیت رحمان بود. برای کی بود؟ برای همین جوانی که گرز را برداشته سر جالوت را کفاند و او را به زمین افشانید و اهل ایمان تکبیر گفتند. مؤمنان پیروز شدند. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. بنی اسرائیل همگی این جوان را دوست داشتند که پادشاه آنان شده بود. عجیبی آن بود که فرزندان پادشاهان معلوم بود و فرزندان انبیا هم معلوم بود. هیچگاه این آن به هم یکجا نشده بود مگر در داوود علیه السلام. پس پادشاه و نبی گشت. بنی اسرائیل همگی به این راضی بودند. یک پادشاه قوی بود، حاکمی عادل بود، دلیر بود. بنی اسرائیل او را دوست داشت. قدی کوتاه داشت، چشمانی کبود داشت، مویهای کم داشت، اخلاق خوب داشت، دلی پاک داشت، بسیار عبادت میکرد. چگونه که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از او خبر داده گفته است بهترین قیام داوود است. چگونه؟ نیمه از شب را خواب میکرد و از 3 آن بیدار بود و 6 آن را خواب میکرد. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. خوابی کمی داشت. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. همه شب را خواب نمی رفت. وبالاسحار هم يستغفرون. تصور کنید داوود علیه السلام هر شب از خواب می خیزد و چی چیز شب زنده‌داری میکرد. خداوند برای او زبور را نازل کرده بود. کتابش زبور است. این کتاب را با آوازی زیبا میخواند و زبور را با 70 آواز خوشآوازی کرده میخواند. هر یکی از دیگر شیرین تر بود. تصور کنید داوود علیه السلام هر صبح و شام از خانه بیرون میشد، میبرآمد و زبور را خوشآوازی میکرد، میخواند با یک آواز، با آوازی دیگر، هر آوازی از دیگری شیرین تر بود، با 70 آواز. وقتی که او زبور را میخواند پرندگان بالای سرش می آمدند، او را سایگی میکردند. تنها این نبود، بلکه پرندگان از پس داوود زبور را به تکرار میگفتند. کوهها از پس داوود زبور را تکرار میکردند. یا جبال اوبی معه، یا جبال اوبی معه والطیر وألنا له الحديد. در عبادت او ارزشی بود. میخوان خداوند را ذکر میکرد، از ترس خدا گریه میکرد، دلی پاک داشت، سیرت پاک و صافی داشت، بسیار عبادت میکرد. تنها این نبود، بلکه از تسبیح و ذکر بسیارش خداوند ذوالجلال با او تسبیح گفتن کوهها را میشنوانید. وسخرنا مع داود الجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. و تحقیق او میشنوید که چگونه کوهها تسبیح خدا را میگویند. آیا جمادات نیز تسبیح میگویند؟ آره، و چیزی نیست مگر اینکه خداوند را با پاکی یاد میکنند، ولکن شما تسبیح آنان را درک نمیکنید. خداوند ذوالجلال برای داوود علیه السلام درک و فهم تسبیح گویی کوهها را داده بود. تسبیح گویی سنگریزه ها را میشنید،
تسبیحگویی پرندگان را میشنید. این داوود است که تسبیحگویی جمادات را میشنید. تنها این نبود، بلکه روزه بسیار میداشت. یک روز روزه میداشت و یک روز را افطار میکرد. یک روز روزه، یک روز افطار. بسیار مردی روزه داره بود. بسیار عبادت میکرد. روز پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو موسی اشعری را شنید که قرآن را با آواز زیبا میخواند. با او گفت: ای ابو موسی، به تحقیق به تو از آل داوود چیزی داده شده است. هیچ کسی در خوشآوازی از داوود علیه السلام بالا شده نمیتواند، نه از آل داوود. در طاعت و عبادت و در تسبیح و ذکر، در شبها قیام و در روز روزه و در راه جهاد مجاهدی راه خداوند را بسیار ذکر میکرد. والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسیار نه، بلکه همه بنی اسرائیل از داوود علیه السلام راضی بودند. نبی، پادشاه عادل، حاکم. او کی بود؟ او داوود علیه السلام است. با وجودی که او عابد بود، با وجودی که او خدا ترس بود، با وجودی که یک روز روزه می داشت و یک روز را افطار میکرد، با وجودی که مردی قوی بودنش از کسب دستان خود نان میخورد. واذكر عبدنا داود ذا الأيد. صاحب قوت. خداوند برای او آهن را نرم و ملایم کرده بود. داوود با دستانش آهن را آب میکرد. با آتش و اسبابها محتاج نمیشد، بلکه با دستانش. این یک معجزه بود خداوند با او داده بود. وألنا له الحديد. داوود علیه السلام با آهن چی میکرد؟ آنها را ملایم میکرد و از آنها سپر میساخت. اولین کسی که سپر ساخته بود داوود علیه السلام بود. چگونه ای که خداوند میفرماید: وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. یعنی از این سپرها برای جنگ استفاده کنید. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. هر روز با دستان خود کار میکرد. او را با مردم میفروخت. با کسب دستان خود کار میکرد. هرگاه آنان را میفروخت، طعام میخرید و تا تناول کند. نمی گفت من نبیم، نمی گفت من پادشاهم، نمی گفت من حاکمم، دست را سوی آسمان بلند کند تا طعام و شراب داده شود. هرگز، بلکه با دستان خود کار میکرد. سپر و لباس ها میساخت و آنها را میفروخت تا طعام میخرید و میخورد. این داوود علیه السلام است. از این سبب پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند پاکترین طعام برای مرد از کسب دستانش است. هرگاه کاری کرد و پول به دست آورد، نان خرید و خورد. این پاکترین طعام است. داوود علیه السلام از کسب دستانش میخورد. واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا داود ذا الأيد. صاحب قوت، صاحب کار. نمی گفت من روزه دارم کار نمی کنم. نمی گفت من شب زنده دارم و کار نمی کنم. نمی گفت من نبیم، مشغول عبادتم، دعوت می کنم، کار نمی کنم. بلکه با دستان خود کار میکرد. سپر و چیزهای آهنین می ساخت. برای مردم چیزهای درکاری را می ساخت. بلکه خداوند داوود علیه السلام را تعلیم می داد. می گفت هرگاه چیزی که ساختی قدری او را بدان. هرگاه سپر ساختی، لباس ساختی و هر چیزی که برای استفاده مردم ساختی، بلکه حتی سوزنی که ساختی اندازه آن را نگه بدار. و در ساخت حلقه ها اندازه نگه دار. خداوند ذوالجلال به داوود علیه السلام می گوید سپرها بساز و در ساختن حلقه ها اندازه نگه دار تا کلان و خرد نشود، تا با آن سپری که می سازی موافق باشد. خداوند دوست می دارد هرگاه کسی از شما کاری را از تحت دل کند. بله، شب زنده دار بود، ذاکر بود، نمازخوان بود، روزدار بود. با وجود این همه با دستان خودش روزیش را کسب میکرد، کار میکرد و چند درهم مییافت و طعام میخرید و ملکش را بنا میکرد.
و منتظر آن نمیمان تا طعام از آسمان برایش آورده شود و یا رزق از زمین برایش برآورده شود، بلکه با دستان خود کار میکرد و به خداوند ذوالجلال توکل میکرد. قصص نور قصص قصص نور قصص. خداوند ذوالجلال برای داوود علیه السلام ملک بزرگ و حکم به حق را عطا کرده بود. هرگاه که مردم بین خود اختلاف میکردند، بین آنها حکم صادر میکرد. شکایت کنندگان نزدش می آمدند و او با قانون خداوند آنها را حکم میکرد، زیرا او میدانست انسان اگر حکم کند باید عادلانه حکم کند. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هر انسان را لازم است اینکه با عدل حکم کند، وگرنه نباید حکم کند. بار نزد او دو مرد در آمد. یکی از آنها از دوستش شکایت کرد که او گاوش را گرفته است. داوود علیه السلام کوشش کرد تا ظالم را از مظلوم جدا کند. مردم همگی جمع شده بودند، میخواستند حکم داوود علیه السلام را بشنوند، بهترین حکم کننده زمانش را. داوود علیه السلام انتظار ماند و قضیه را نفهمیده سراسیمه‌وار حکم را صادر کرد. تا شب منتظر ماند تا نماز شب بخواند و خداوند را دعا کند، زیرا او ایمان داشت به اینکه به انسان علم اندکی داده شده است. خداوند را دعا کرد. خداوند به او وحی فرستاد اینکه آن مرد دعواگر را بکش. سبحان الله، قضیه این است که گاو را به زوری گرفتند، اگرچند دروغ باشد. پس چرا باید این مرد را بکشند؟ وقتی که صبح شد، مردم جمع شده بودند، منتظر حکم داوود علیه السلام نسبت این مرد بودند. داوود علیه السلام به نزد او آمد، گفت ای فلانی. به دعواگری که میگفت گاوش را به زوری گرفتند گفت ای مرد، خداوند به من وحی فرستاده است تا تو را بکشم. تو چی کار کرده ای؟ آیا این گاوی تو است؟ آیا تو در این دعوای کرده است صادقی؟ و آن مرد قسم خورد در حالی که مردم میدیدند، گفت قسم به خدایی که غیر از او خدایی نیست، این گاوی من است و از من به زوری گرفته شده است. این مرد گاوی مرا گرفته است. من در دعوایم صادقم. مردم در تعجب ماندند. چگونه داوود علیه السلام کسی را که در دعوایش صادق است به قتل میرساند؟ این هنگام وقتی که داوود علیه السلام اصرار کرد تا حقیقت را بگوید و میدانست اینکه خداوند او را آشکار میسازد، هیچ راهی ندارد، مرد اقرار شده گفت چند وقت پیش پدر این مرد را کشته بودم و کسی این را نمیدانست. و مردم تکبیر گفتند و دانستند که داوود علیه السلام بغیر از حکم خداوندی حکم نمی کند و فرمان داد و آن مرد کشته شد. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. لا زال داوود علیه السلام همیشه بین مردم حکم میکرد و در مجلس صدور حکم می نشست و مردم نزد او می آمدند و او آنها را با حکم خداوند ذوالجلال حکم می کرد. بهترین حکم کننده زمان خود بود. بنی اسرائیل همه دوستش می داشتند. هر کی بینشان اختلاف صورت می گرفت، تنها داوود علیه السلام بین آنها حکم می کرد. بار داوود علیه السلام در محکمه نشسته بود که دو مرد از بالای دیوار داخل شدند. داوود علیه السلام از آنها ترسید. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ما دخلوا عليه من از در داخل نشده بودند، بلکه از بالای دیوار به نزد داوود علیه السلام در آمدند. داوود علیه السلام از آنها ترسید. کی شما را در آورد؟ میخواستند تا به آنها زود حکم کنند. از این سبب به اجازه وارد شدند. بغير استئذان إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. نترس، به نزد تو آمده ایم تا مشکل ما را حل بکنی ای داوود. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ای داوود، ما را با حکم خداوندی راهنمایی بساز.
چی خبر است؟ چی روی داده است؟ اولی سخن گفت در حالی که گریه میکرد. به این اسلوب اولی نگرید که میخواست خود را نزد داوود علیه السلام همچون مظلوم نشان بدهد. گفت به این رفیق من نگر، به این برادر و دوست من نگر، او 99 تا گوسفند دارد، با این همه گوسفندی که پیشش است اکتفا نمیکند و من تنها یک گوسفند دارم و او میخواهد این گوسفند مرا بگیرد. و او نگاه کن و او گریه میکرد. داوود علیه السلام او را گوش میکرد. آن مرد دیگر خاموش بود. شنید که آن مرد اولی 99 تا گوسفند دارد و اینه که سخن میگوید تنها یک گوسفند دارد و میگوید این گوسفند را از من گرفته است و او در سخنان من به من درشتی دارد. اسلوب او از من دیده خوبتر است. سخنش از سخنان من بهتر است. او میتواند جنجال کرده، من نمیتوانم چنین سخن گفته و او این گوسفند را از من گرفته است. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة من تنها یک گوسفند دارم، این را از من گرفته است و او در سخنرانی به من درشتی کرده است. اینجا داوود علیه السلام در حیات خود اولین بار سراسیمه‌وار حکم کرد. هر قدر انسان کامل شود باز هم خطایی از او سر میزند. همه فرزندان آدم خطاکارند و این هم خطای داوود علیه السلام. آن را که 99 گوسفند داشت گوش نکرد. شاید او حق باشد. داوود علیه السلام گفت لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. بسیاری از مردم، بسیاری از دوستان به همدیگر ظلم میکنند. داوود علیه السلام آن اولی را گوش نکرده حکم کرد. خداوند با او خبر داد گفت این یک امتحانی بود و تو در صدور حکم سراسیمه شدی. این به آن خاطر بود که مردم گمان نکنند که در روی زمین انسانی بیگناه وجود دارد. ای داوود این یک امتحانی بود و تو در آن موفق نشدی. فظن داود أنما فتناه. داوود علیه السلام نشست و گریه میکرد. نماز میخواند. خداوند را در طول حیات خود به این گناهش دائم سجده میکرد. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. پس خداوند این گناه او را بخشید و مغفرت از نزد خود به او داد و او را عاقبت به خیر گردانید. بدرستی که او را نزد ما قربت و بازگشت نیکو است. و داوود علیه السلام در طول حیات خود همچون عابد و ذاکر و دوست داشته خداوند بود. بین مردم با حقیقت جدا میکرد. بنی اسرائیل او را دوست داشته بودند. چقدر بسیار او را قومش دوست می‌داشت، زیرا او عابد و با حکمت بود. این داوود علیه السلام بود که تمام عمرش را با عبادت خداوند گذرانید. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. عاش داوود علیه السلام زندگیش را با عبادت خداوند می‌گذرانید. عابد بود، صالح بود، پرهیزگار و مؤمن بود، بسیار نماز می‌خواند، بسیار روزه می‌داشت. به یاد می‌آوریم قصه آدم علیه السلام را وقتی که خداوند پشت او را محض کشید و تمام ذریه او بیرون شدند. آدم علیه السلام میان آنها دید که شخصی از نور جلوه می‌دهد. آدم علیه السلام از پروردگار خود پرسید که این شخص کیست؟ کیست او؟ گفت این پسری تو داوود است، یکی از پیامبران خداوند ذوالجلال. آدم علیه السلام پروردگار خود را پرسید که عمر او چقدر است؟ گفت 60 سال. گفت خداوندا بر عمر او بیفزای. گفت تنها از عمر تو گرفته با او میدهم ای آدم. گفت از عمر من 40 سال را گرفته با او میده. وقتی که آدم علیه السلام را وقتی مرگش فرا رسید گفت حالا از عمر من 40 سال دیگر مانده است. گفت این عمر را به داوود علیه السلام داده بودی. آدم علیه السلام فراموش کرد و ذریه او نیز فراموش کردند. خداوند عمر آدم را 1000 سال کرد و عمر داوود را 100 سال. داوود علیه السلام بسیار مردی با غیرتی بود.
هیچگاه راضی نمیشد اینکه مرد بی آگاهی از او به خانه وارد شود. در یکی از روزها در صحن حولیش زنش مردی غریبه ای را دید. در خانه فریاد زد: تو کی هستی؟ تو را کی به اینجا درآورد؟ اگر داوود علیه السلام این را بداند، خدا میداند به تو چیکار میکند. خبر به کی رسید؟ به داوود علیه السلام. به خانه برگشته آمد. وقتی که مردی بیگانه را دید در غضب شده گفت: تو کی هستی؟ تو را کی به این خانه در آورده است و چی گونه وارد شدی؟ این مرد با باوری تام گفت: من کسی هستم که مرا هیچ کسی منع نمی کند و من حتی از پادشاه ها نمی ترسم. من کسی هستم که از هیچ کس نمی ترسم و هیچ کسی مرا از داخل شدن به خانه اش منع نمی کند. داوود علیه السلام به او گفت: این طور باشد تو فرشته مرگ نیستی؟ گفت: آره، من فرشته مرگم. داوود علیه السلام گفت: خوش آمد این مرگ. چگونه چنین نگوید در حالی که یکی از انبیای خدا است؟ چگونه چنین نگوید که عمرش را با داشتن روزه، با گزاریدن نماز، با شب زنده‌داری، با ذکر و عبادت خداوند گذرانیده است؟ چگونه مردی عابد مثل داوود علیه السلام چنین نگوید؟ و در سن 100 سالگی جان او گرفته شد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بنی اسرائیل چقدر برای داوود علیه السلام غمگین شدند. او را خیلی دوست می داشتند. این داوود علیه السلام بود که خداوند به او حکمت و پادشاهی و نبوت را داده بود. همه بنی اسرائیل او را دوست می داشت. وقتی که وفات کرد، مردم همه گریان شدند. در آن وقت بنی اسرائیل همگی غمگین بودند. خیلی غمگین شده بودند. اما جنازه او یک جنازه کلانی بود. در آن 10,000 نفر اشتراک کردند. در جنازه او 40,000 راهب اشتراک کرد. 40,000 راهب در جنازه کی بودند؟ در جنازه داوود علیه السلام. در آن جنازه مردم به گرمی سخت گرفتار شدند. گرمی سخت آنها را اصابت کرد. به نزد سلیمان رفتند، پسر داوود. به نزد سلیمان علیه السلام رفتند، به او گفتند: ای سلیمان، این گرمی سخت ما را در جنازه پدرت هلاک می سازد. برای ما پرندگان را بفرست تا بر ما سایه بیفکنند. سلیمان به پرندگان سخن می گفت. سلیمان علیه السلام پرندگان را ندا کرد. پرندگان آمده به مردم سایه افکندند. یک منظره عجیب شده بود در جنازه داوود علیه السلام. مردم قریب بود نفسگیر شوند از بسیاری پرندگان. هوای نمی درآمد، شمال نیز نمی درآمد. مردم ترسیدند اینکه هلاک می شوند. نزد سلیمان علیه السلام رفتند، به او گفتند: ای سلیمان، پرندگان خیلی زیاد شده‌اند، آنها را کمتر بکن. سلیمان علیه السلام که با پرندگان سخن می گفت، آنها را امر کرد تا اندک اندک جدا شدند و تنها آفتاب را از مردم بپوشانیدند. در جنازه کی؟ در جنازه داوود علیه السلام. مردی صالحی رفت، مردی عابد وفات کرد، کسی که یک روز روزه می داشت و یک روز را افطار می کرد. نبی خدا، مردی صالح صاحب آوازی زیبا وفات کرد. آره، وفات کرد، زیرا هر صاحب نفس چشنده مرگ است. همه انسان اگر چنده که صالح ترین مردم است، او را نیز روز اجل می رسد. یکی از صحیفه های انبیا پوشیده شد. داوود علیه السلام وفات کرد. کی بعد از داوود علیه السلام آمد؟ کدام نبی را خداوند برای بشریت بعد از داوود علیه السلام فرستاد؟ در برنامه آینده با خواست خداوند از نبی سخن میگوییم که او سلیمان است. چه قصه ای با پرندگان دارد؟ قصه او با مور چگونه است؟ قصه او با هدهد چگونه است؟ سلیمان علیه السلام با وحوش و پرندگان چه قصه هایی دارد؟ چه چیز را خداوند تحت فرمان سلیمان علیه السلام کرده بود؟ قصه او با جنها، با شیطانها، با اسبها، با بلقیس چگونه است؟ قصه بزرگی است که درباره نبی خدا سلیمان علیه السلام نقل شده است. این قصه ها را با پررگی، با تمام عجیبی و غریبیش ان شاء الله با هم در برنامه آینده خواهیم شنید. با ما باشید. كونوا معنا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور